وقتی که بیدار میشی دقت میکنی که این جهان چجور داره روز و شب میشه؟ دقت میکنی که خورشید چقدر دقیق داره کار میکنه، ماه چقدر دقیق کار میکنه؟ دقت میکنی که وقتی پلکت یه چیزی به سمتش پرتاب میشه خود به خود بسته میشه و تو داری اسمش رو میذاری غریزه، ولی همه اینها هدایت های الهیه و با یک کلمه غریزه کوچیکش میکنی و وقتی هم شکرگزاریش رو به جا میاریم، کوچیک به جا میاریم. نگاه کن، یه قدرتی هست که حاکم بر این جهان. پس وقتی اون میتونه تمام این مدیریت جهان رو انجام بده، در مدیریت من و تو مونده. فکر نمی کنی این ترس من و توئه که مدیریتمون رو بدیم به خدا؟ فکر نمی کنی؟ من به نظرم این ترس مایی که داریم فکر میکنیم مدیریت رو بدیم به خدا کار خودش رو خوب بلد نیست. چرا؟ چون که میخوایم هر چیزی رو میخوایم همون لحظه میخوایم. به صبر ایمان نداریم، به زمان ایمان نداریم، به خیلی از چیزایی که خداوند گفته به اینها دقت کنید، شکرگزاری، اینا به اینا دقت نداریم. به همین دلیل اتفاقات خوبی رو تجربه نمی‌کنیم، چون فقط می‌خوایم با ذهن خودمون کاری رو درست کنیم. یه نکته خیلی کلیدی، با ذهنی که کار رو خراب کردی، با اون ذهن و اون تفکر نمیتونی تو درستش کنی، دوباره خرابترش می‌کنی.